خواستم منظره زیبای شهر مورل رو از بلندی بینم. یعنی این مکانی که من امروز اومدم جایی که سیاحان میبینن و ورتالیوت میشینن بالا میبرن شهر رو تماشا میکنن. اینو ببینید $20 اکیان فرانت هلیکوپتر این همون ورتالیوت است. این میدانی که سیاحا اومده در اون طرف انتظار میشوند. این ورتالیوت من برای شما برای پریدن نرخش ببینید. $20 برای 2 مایل. 2 مایل 1 مایلش 1 کیلومتر و 800 متر است. خود شما حساب کنید. $39 $45 $59 $79 تا $179. یعنی اینجا با گفته شدگی است. مثلا از روی حجمی مایلتون شما میتونید پرواز کنید. سایتشون میتونید با سایتشون هم برموده بینید. این میدان به ایرپورت نزدیک است. یعنی که اصلا شاید به ایرپورت داخل داشته باشه اینجا. Thank you. Yep. ورتالیوت به شیشتیم. انشاءالله میپریم. سیر و سیاحت با شهر مورل بیچ. یعنی از بالا برای ما نشان میدن. Oh, yeah. Thank you. Okay, you gotta keep all this stuff right over there on your left, okay? Okay. Thank you. You say my country. Hello. Tajikistan. All right, man, it's rolling. Let's go on and have some fun. Like I said, you got to take all this stuff out and keep it right over there. All right, here we go. Let's get on up out of here. Myrtle 1 is east with Gulf. Myrtle Tower. در پایان اونقدر نمیفهمید. اما وقتی که با بلندی بر اومدی با ورتالیوت مایداد یعنی که سمینی میگم اویلوی همگی 5 نفر میده خفوات بوده میتوند که 5 نفر سوار شد تمام. All right, guys, we're gonna make our turn right here, okay? زیبا. Let's make our turn. اوه Come right on around the corner here. خب خورش هم بسیار بود از خطر. All right. Now we're pointed back down to the southwest. هم بسیار دهشت طبیعت زیبا دور ببینید.
All right, so we're coming right back down Hotel Row. That's Broadway at the beach, that complex out there. Our convention center is right there, that green building with the open field. اینه امروز سیر سیاحت. Hop, thank you. دیده 5 دقیقه توپ خوردیم دیگه توپ نخوردیم. رفتیم به شهر مورل بیچ. همه ساله از گوشه های امریکا 14 میلیون شهروندای امریکا به این شهر میبیایند. تمام شتات و یکی از شهرهای زیبا، جای استراحتگاه و واقعا دیدنی است و از نگاه سیاحی توریستی خیلی رشد کردگی است. اگر هم خیلی در عموم گیریم برای خود کشور امریکا هر سال آماری رسمی که من 2019 دیدم 74 میلیون توریست وارد میشده است از تمامی دولت، از اروپا، اساساً از مکزیک و کانادا قریب 20 میلیون توریست ها میبینن تماشا و بعدا از خود کشوری از آسیای میانه خطای بیشتر همچون توریست ها وارد میشوند به این دولت و بعدا اروپا، گرمانی، فرانسیه، ایتالیا، ولیک بریتانیا اینها برای تماشای سیر و سیاحت به امریکا می‌آیند. اگر جای یکم ما مقایسه کنیم، یکی از دولت‌های پیشرفته که زیاد توریست‌ها سیاح‌ها به اون دولت سفر میکنن این فرانسه است. 90 میلیون. بعداً اسپانیا، ایتالیا، گرمانی وارد شده میروند. ترکیه نیز یکی از دولت‌هایی که واقعاً سال 2019 52 میلیون توریست وارد این کشور شده است. روسیه باشد الکی اگر مقایسه خودی ترکیه بکنید خیلی کم است. میرویم به دولت تاجیکستان. سال 2019 دولت تاجیکستان 1 میلیون توریست به کشور ما وارد شده. سیاحایی که میخواهند تماشا کنند دولت کشور ما را. این هم نه هم مثلا سیاحانی که رفتند برای تماشا، بسیاری ها برای دیداربینی چشم تبار، بسیاری ها برای کارهای شخصی خود. اصلا سیاحای ما از ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه. اکنون ازبکستان رو میبینیم. ازبکستان 2019 6 میلیون وارد شده. از دولت قزاق و قرقیز من نگاه هم نکردم که برای آنها مثلا چقدر توریست ها وارد میشوند. اگر ما در تاجیکستان سمت توریسم بسیار توجه کنیم، گمان میکنم که عالم گلستان میشود و دیدید که در 5 ساله چقدر توریست ها زیاد میشوند و سیاحان به کشور تاجیکستان زیاد میروند. البته داریم مثلا سامانه ها بسیار تشکیلات هایی که مثلا ترغیب میکنند توریستی، یکی کم است. باز زیادتر کردن در کار و نشان دادن در کار که واقعا یک کشور زیبا
дар Осиёи Миёна бо ном Тоҷикистон ҳаст ки бисёриҳо хостори дидани он бошанд. яъне муаррифӣ бояд шавад Тоҷикистон.